Assalomu alaykum Fatullo, chixir shimo mo'ro mishnawe. علیکم سلام اکرم. بله خوب بشنم شما را. خیلی شد که ما درباره شما با تماشاگران خود چیزی نگفتیم و شما در بنگلادش هستید و در یک دسته بازی میکرد که سابقا فوتبال بازی تاجیکستان هم اونجا اشتراک کرده بودند. چند سخن درباره اون دسته بله که هستید؟ بله هستید همین. بله اینجا من دسته رحمت گنج که سال 2023 با این دسته قرارداد بستم. خیلی دسته خوب است و در اینجا دو سه سال پیش دلشد بورسی خورشید بگنظر و دلشد و سیاوش اسرار رو بازی میکردن. اینها که میدونن تاجیکستان فوتبال بازی تاجیک رو خوب، برای من خیلی برای من مشکل نیست، برای من آسان‌تر از بازی کردن. و من در این تیم از 17 نوامبر که شروع کردم تمرین‌هایم، خیلی با من پسند است. دسته خوب است، لگنیروی خوب داریم و در بازی ها خوب بازی کردیم. از گفتی مربیان، از گفتی رهبران دسته، از سالهای پیشتر دسته خیلی خوبتر بازی کرده استیم. در کوبکی بنگلادش و در لیگ اولی بنگلادش بازی خوب نشان دادیم. برای شما شرایط چی هستند، چگونه هستند؟ برای ما شرایط خیلی خوب است و در وقتی که من به بنگلادش آمدم، به من یک خانه خوب دادن و با ما همه طرفه خوب است. چخیلی که در دیگر جاها لیگنیر رو حرمت میکنن و احترام میکنن، بر ما رو همین خیلی است. برای من خیلی پسند است. من خوشحال هستم در اینجا. شما با اویله هستید یا که تنها رفتید؟ عین حال تنها آمدم و انشالله کوشش میکنم که در آینده به همراه خود بیارم. سلام باشه. با شما به فکر میکنم که دیگر فوتبال بازان هم هستند که از اسیای مرکزی هستند. بله با ما شاروخ خدمات باز میکنه از ازبکستان که ما هر من در یک اتاق هستیم، در یک خانه هستیم. برای ما وقتی که دسته با من گفت که در شما دسته بازیگر ازبکستانی است، شما میتوانید تنها زندگی کنید، میتوانید با او زندگی کنید. برای من که آسان شود، ما با این برادرم در یک اتاق هم صحبت میکنیم در با یک زبان، با روسی. ما یک نمود تمام رو میخوریم. برای من خیلی خوب است. خب تشکر. خوب. و نقنمایی دوستتون چگونه است در این دسته؟ ما میبینیم که شما پیوسته در هیئت هستید و پیوسته در بازی ها اشتراک میکنید. این شروع خالماتوف این حال کپتن دسته است. بازیگر دفاعگر است، دفاعگر موباین است و خیلی بازی خوب نشان داده است. برای من آسان است که ما یک زبان گپ میزنیم. ما برای من آسان است با او فهموندن که به من چه خیلی پاسو بده، به من چه خیلی آسان تر است. به هر نوع حضور در دسته من میبینم که شما هرچی بیشتر در هیئت اساسی هستید و 90 دقیقه بازی میکنید. برای شما یک بار به استراحت رفته بازی کردن دشوار نیست؟ عین حال ما در طول 10 روز بازی کردیم. خیلی مشکل است برای من، برای که من استراحت نکرده آمده در اینجا بازی کردستم. عین حال ما 12 روز بازی نداریم. برای این با ما 3 روز تمرین، 3 روز استراحت دادن که ما خیلی خوبتر شدیم. رحمت هیچ گونه دوران رحمت گنج چی وی دورد نفهمیدم. امسال در از این دسته چی مقصد گذاشته شده است؟ خیلی که من دیده بودم در دسته رحمتگنج رو پیش از آمدنم چی تصور داشتم که دسته طول چند سال است که از نهم هشتم جا به بالا رفتگی نیست. برای ما برای این بازیگرانی که هستن در تیممون، لیگانیرو دو تا از برزیل است، بعد یک تا از ازبکستان. ما با اونها صحبت میکنیم، میگیم ما با ما که در همین سال کوشش کنیم که از ششم جا بالا گیریم. برای ما خیلی خوب میشود.
даста худаш чанд қадр ки болотар шавад ҳам хубтар аст мегӯянд. Чанд қадр ки мо болотар равем. خب شرایط های فکر میکنم که مولوی رفتن شما هم خیلی خوب است. بسیاری ها باید ببینن وقتی که سالها میگذرند با دیگر دسته ها میروند تو که زندگی رو بهتر کنند. نظر شما چی است؟ бале, дар тоҷикистон мо футболбозони тоҷик ҳаст, бозигарони 5-6 нафаре ки пул маошҳои хуб мегирем. Не ки дар Тоҷикистон фақат маошро мегирӣ ё ки он пулро ҷамъ карда намешавад, фақат ба зиндагӣ меравад. Дар ин ҷо мешавад, дар ин ҷо мебинӣ ки дар ин ҷо ҳама шароитҳо муайян аст, ҳама чиз дар вақти соат аст. хеле гап нест ки ин ҳафта ва ин ҳафта, ҳамаш дар як рӯзи муайян аст. ҳама барои ман хеле писанд аст. Барои ман маъқул шуд ки ҳаматарафа дастаи хуб аст. Бо бачаҳое ки маҳаллиам мо хуб ҳастем, суҳбат мекунем, гап мезанем. барои ман хеле писанд аст. ман кӯшиш мекунам ки дар хеле бозии хуб нишон диҳам ва ба дастаҳои пурқувваттараш гузарам. یعنی اون شرایطی که مولوی که شما دارید بسیار خوب است، نسبت به تاجیکستان خیلی بالا است همینطور. بله 2-3 برابر بالا است. با سوال دیگر این بود که مثلا شما امروز در این دسته به رومان میکنید و میخواهید به دسته دیگر گذارید، اما در این دسته شما که حال در کدام شهر از در دک است یا که در جای دیگر؟ дар Дака ҳастем мо. аз Дака як 10 дақиқа камтар дуртар ҳастем аз центри, аз маркази шаҳр. خیلی خوب. ببینید که اینجا حالا بحث‌ها خیلی زیاد هستند. دسته استقلال که شما خیلی زیاد بازی کرده اید و امروز ایگیر چریرچی که با حیث سرمربی میآید، نظر شما چگونه است؟ ایگر چریرچی که خیلی مربی خوب است. او در دسته‌های پرقوت کار کرده است. برای من و فکر من او دسته رو خیلی خوب میکند. بخشا باید به حضور یک میتونی آب خوریج او دسته رو خیلی خوب میکند. نه آب نه پروسه چطور قدق میگیری فیخه ایسر بگو میشه میره. میشه مرحمت. ایگر چریرچی که مربی خیلی خوب است و خیلی تجربه کلان دارد در دسته‌های لوکوموتیو مسکو، در دیگر دسته‌های روسیه که کار کرده است. برای او خیلی آسان میشه در تاجیکستان، برای که خودش از تاجیکستان بود، در تاجیکستان بازی کردگی، کار کردگی، میتواند دسته خیلی خوب کند. برای اون باید لیگانیرهای خوب گیرند و با بازیگرای محلی رو با قوتر کنند که در لیگ چمپیونز لیگ این سال خوب برآمد کنند. برای که چه که میدونیم سال 2024-25 ممکن که در لیگ چمپیونها بازی نکند دسته استقلال. برای همین این سال باید چی قوت دارند و همش رو دسته استقلال تیاند برای که دسته رو پرقوت کنند. چند لیگانیر ممکن است 5 تا ممکن باشه باید 5 تا پرقوت گیرند که برای دسته کمک کنند. به نظر شما این لیگانیرها از کجا باید باشد؟ ایگر یوری باتورینکو اینم شما خوب بزنید، بازیگری فوری دوشنبه بود، دستیار است، بله یوردا میدید و گویا میگه که از روسیه اینجا لیگانیرها میآیند به تاجیکستان. اگر که دسته استقلال این سال از طرف مولوی خیلی خوب باشد، با فکرم که میبینند، برای که همه میخواد در شکلی که میبینیم در آسیا فوتبال پیش رفته است. یعنی کریستیانو رونالدو با الناصر پیش رفته است. ممکن با دیگر بازیگران خود بر آسیا بیایند. برای همین من فکر میکنم که بازی فوتبال بازان میخوان خود رو بسنجند در لیگ چمپیون، یعنی لیگ قهرمانان آسیا. برای همین همه چه از چیز از طرف مولوی وابسته است. اگر که مولوی خوب کنند، فوتبال بازان خوب میبینند، بعد یک بازیگر که از آسیا است میتواند از ژاپن یا که از کره یگان بازی خوب دعوت کنند. من میدونم که خیلی قین است این کارو، نه که یک سال میتونن پرقوت کنند، برای که ممکنه 2 سال در لیگ قهرمانان بازی نکنند. دسته استقلال میتواند، من باور دارم که میتواند این کارو کنند. خب گزارش رونالدو رو شما گفتید، امروز مسی هم نقشه دارد که به الهلال میگذرد، به آسیا بیاد، آسیا مرکزی فوتبال میشود.
اکوزی از طرفی در طرف از آسیا که چخیل در جام جهان بازی کردن دستای تیم‌های ملی کره یا ژاپن بعد با کی بازی کرد در اونجا ایران خیلی خوب برآمد عربستان کرد سعودی. در عربستان سعودی که خوب برآمد کرد حتی بعد این جام جهان هم از طرف آسیا میخوان که فوتبال آسیا رو خیلی بالا بردارن و چخیلی که گفتیم کریستیانو رونالدو با النصر اومد این برای فوتبال عربستان سعودی خیلی پیشروی است اگر که مسی با الخلال قرارداد بگیرد این به فکر من خیلی بهترین میشود برای آسیا بازی کوشش میکند که فوتبالش رو خیلی بالا بردارد و باور دارم که در 3 4 سال بعد از 3 4 سال لیگ آسیا خیلی پرقدرت میشود یعنی بسیاری گمان دارن که برای پول شده مثلا کریستیانو رونالدو با النصر اومد با عربستان سعودی. شما چی نظر دارید؟ این برای پول است یا که برای اون که کریر فوتبال بازیش هم در اروپا به پایان رسید؟ راستی گپ چخیلی که بسیار آدمایی هر خیل گپ هست نه که با فکر من رونالدو از پول تنقصی ندارد با فکر من رونالدو هم چخیلی که میدونیم از چی میگن شا درآمدش از هر طرف است از نایک است از اینستاگرام است از همه جا است و میتونه فوتبال رو باز کند و پول خوب میگیرد نه که با فکر من و میخواد خود رو در استرالیا بسنجد و با یک فکر کردم که و میخواست که در لیگ قهرمانان اروپا بازی کنند نه که دسته ها او رو نخواستند برای که در همه جا همین کار است سین سالش کلان است و است برای همین من فکر میکنم که رونالدو خیلی فکر خوب کرد اومد النصر در لیگ سعودی خیلی لیگ خوب است در اونجا بسیار لیگ نیروی پرقوت هستند فکر میکنم که در آسیا بازی خوب نشون میده و میتواند برگردد به اروپا اکنون برمیگردیم به فوتبال تاجیکستان. شما چندین بار در بازی ها و در دسته‌های گوناگون شرکت کردید و اکنون حالا باز در بنگلادش هستید. از این پیشتر هم شما در دیگر کشورها بودید. چه تفاوتی هست اینجا بین فوتبال های ما و اونجایی که شما بودید؟ در این طرف فوتبال همه طرف پیشرفته است همه میخوان که لیگ تیاری برای بازی برای تمرین ها جای تمرین ها خیلی خوب هستند دسته این مدت دسته که بازی کرده ساموزی دسته رنگی چه برابر کنیم رنگی دسته فایز کان زفر بود هم خیلی است در بنگلادش دسته پرقواد نیست که یگان قهرمانی بنگلادش نشده است یگان بار از تا سیم جویا نگرفته است برای همین من در این دسته که بازی کردم این چیز رو دیده استم فکر میکنم دستایی که در یکم دوم سیم جویا هستن و یا خیلی پرقواد است خیلی پیشروی دارند برای فوتبال بعد در اینجا لیگانی رو خوب میارن بازی لیگانی رو میبرن 4 تا در 11 نفر اساسی 4 فوتبال باز باید بازی کنن 4 لیگانی چون اینا 5 تا میگیرن 4 تاش قوت میگیرن که اینا بیان کمک کنن برای بازیگرای محلی انا فکری من همین است که در بنگلادش نه اونقدر فوتبال پرقوت است از تاجیکستان ممکن که تاجیکستان با یگان جاش سخت‌تر باشد از فوتبال اینجا نه که از طرف مولوی خیلی بقوت است خیلی بقوت است سلامت باشید. سوال من باز برای شما این است. شما در دسته‌های زیاد تاجیکستان بازی کردید و آخرین مرتبه در ریگری شده است. کدام دسته برای شما مفیدتر بود و هم گوییم که پیسانتر بود؟ مثال دیدتون میخواست که هر چیزتر به دسته روید و در اونجا بازی کنید. راستی گپ من در تاجیکستان در 4 دسته بازی کردم در استقلال در خوجان در سیسکا در ریگرد است برای من همش خوب است من در جایی که بودم در کدام دسته که بازی میکردم کوشش میکردم که به دسته ها کمک کنم و چی قوت داشتم با تمرین ها میدادم با بازی ها میدادم اگر که با اینا اگر با پرسون کنید من در همین طوری که 1 سال قرارداد داشتم روزی نبود که من تمرین ها رو با تمرین نروم در همین چی قوت دارم همش با تمرین میدادم برای دسته من در همش در 4 جایی که بازی کردم برای من پیشم بوده که برای من در جای اول استقلال است برای که من در اونجا قریب 11 سال بازی کردم
استقلال برای من بسیار چی کرد. ما رو همچون فوتبال باز در استقلال شناختند و در تیم ملی. برای من استقلال برای من همه وقت در تاجیکستان رقم یک میمونه. ҳозир бо ҳамдастахоятон ҳамкулубҳоятон дар тамос ҳастед? Клубҳои Бангладеш намехоҳанд ки кадоме аз бозигарони мо онҷо бозӣ кунанд? моҳи март дар инҷо якум круг тамом мешавад. моҳи март аз ман пурсиш кардам бозингар дар кор, мегӯянд бозингар дар центр ёки ҳамлагар ёки дифоъгар, мегӯям ҳуҷумкунанда дифоъгар ёки ман мегӯям ҳаст, дар мо ҳаст. برای همین با من میگن که اگر که بازیگر قریبی ماهی مرد با من بگو ویدیو تیار کنن، ویدیوشون پارت کنن، من میخوام یاردم کنم به فوتبال تاجیک چند قایی که میتوانم. برای که هر یک فوتبال تاجیک اینجا اومده کمتر فوتبال بازی کمتر از طرف مولوی خوب میشد، میره در تاجیکستان اگون میتونه اگون خونه خرید، اگون زندگیش خوب میشه. بسیار خوب. من خیلی خوشحال میشم. کی رو میخواید که با شما در اونجا باشد از بازیگران تاجیکستان؟ عین حال فرق ندارد کدام فوتبال بازی تاجیک کدامش که میخواهد با اون ما کمک کنیم. بسیار کسا میخوان، بسیار با من فرق ندارد، 36 رو یا که فرق ندارد بونجا کی بود نوردین دوران، فرق ندارد کسی که میخواهد در اینجا بازی کردن. بعد بسیار فوتبالبازان ما جوان هستند. برای ویا فکر من بنگلادش خیلی بر وقت است. از ویا میتونن که در لیگ‌های پرقوت‌تر بازی کنن. لیگ بنگلادش برای چی خوب است؟ برای فقط مولوی، طرف مولوی در اینجا ویا کریر خود رو کمتر حیف میکنن. برای که وقتی که در سن سال یاشی میبینی اینجا بازی میکنی، بعد از اینجا کمتر میشه در اونجا رفتن. تشکر، بسیار خوب گفتید. و نهایت امسال سال 2023 سال فوتبال تاجیکستان است. دسته منتخب اساسی تاجیکستان در جام آسیا بازی میکنند. 20 ساله ها هم در فینال جام آسیا بازی میکنند. اینچنین بازیگرانی تو 17 ساله ما هم در فینال تاجیکستان بازی میکنند. از کدام این دسته ها شما امید دارید که مثلا بسیار بازیش خوب و گوارا و شاید چمپیونی هم باشد؟ تیم ملی هم با فیلم 2024 بازی میکنه که الان همینطور وقتش معلوم نیست اما بازی میکنه. خیلی تیم ملی هم از تیم ملی سر میکنیم برای که تیم ملی کانتر هستن. تیم ملی هم در کوبک آسیا با فکر من خوب برآمد میکنه، برای که این در تاریخ فوتبال همون بار یکم است. بازون خوش میکنن، فوتبال خوب نشون میدن و کی در اونجا فوتبال‌ها رو نگاه میکنن. اینجا در اونجا بسیار آگنت‌ها بسیار اومده تماشا میکنن. این شانس خوب است برای دستای پرقوت‌تر گذاشتن برای هر یک فوتبالیست ما. بعد فکر من همین است که تیم 20 سالمون شانس‌های خوب دارد، برای که من را دیدم و یا خیلی خوب بازی میکنن و سرجمانه بازی میکنن. این حال در اونجا فوتبال‌بازانی هستن که میتوانند که میتونن که در یکون حالتی که قیمتر است دسته رو نجات دهند. بازیگرایی که خیلی میگن ایندیویدوالی سخت هستند. مورد فردیشون خوب است. بله، سالهای پیش خیلی بود 3-4 نفر بود بازیگرایی که کلیدی. بازی من خیلی میبینم اونجا 7-8 نفر هستند. برای همین فکر من همین است که تیم 20 سالمون خیلی خوب بازی میکنن. تیم 16 سالمون هم تیم خیلی خوب هستند. این حال در تاجیکستان 16 ساله همه وقت خوب بازی میکردن. از وقتی ما سر کرده تا کسی بود اینا با فکر من در اونجا مربیان کار میکنن با اونها، کوشش میکنن بفهمونن که تیم 16 ساله ما فقط در هر سالها پرقوت بازی میکردن. 2 بار ما در جام جهان بازی کردیم. برای ویا کمتر مشکل تر میشن. نه که حرکت کنن، تمرین کنن، در فقط فوتبال دوست دارن میشد. انشالله فقط کوشش کنن. من باور دارم، من با اونا مخلصی میکنم، در همه وقت با اونا هستم. تشکر. من فکر میکنم که این صحبت اولین نخستین ما هست. شما حالا باز
бозиҳо дар пеш ҳастанд. ҳоло мебинам ки дар чемпионат гол назадед, аммо дар ҷоми Бангладеш гол задед. Ин ба шумо муяссар шуда метавр? бале, ба ман мураббиам мегӯяд ки мураббӣ бо ман гап мезанем, мегӯяд ту дар лига мегӯянд шансҳои хуб дорам, ду бозӣ шансҳои хуби 100% мезанам, ё ки аз дуруни ротар мебурам, ё ки ҳамин туп нарафтаст ба ротар. Барои ҳамин фикр мекунам ки иншоалло барои ин кор мекунем. Дар бозиҳои ояндаи лига кӯшиш мекунам голи якумро ки занам, ҳамаш ҳуй мешавад. Баъд дар кубок 3 гол задам, 2 та паси головар додам. Дар лига фақат 1 паси головар додам. кӯшиш мекунам статистикаро хеле хуб кунем. Барои тамрин кардем. мо барои чӣ омадем инҷо? Барои кӯмак кардани даста. Ман гуфтам ба мураббӣ, ба одамое ки дар тим ҳастанд, гуфтам ки барои ман муҳим нест ки ман гол занам, муҳим нест ман пас диям ё ки мо 3 имтиёз гирем, барои ман муҳим аст. ташаккури зиёд барое ки шумо бо мо дар ҳақиқат дар тамос шудед. Мо бо шумо як суҳбати анҷом додем. гуфтам ки аллакай ин суҳбати аввалини мо ҳаст ва боз идома меёбад ва мухлисон ҳам мехоҳанд аз шумо чизҳои дигареро ҳам бипурсанд ки ман инҷо ба шумо савол надодам, ва ин аз паи ин чиз ман мешавам. ба шумо комёбӣ мехоҳем. умед дорем ки голҳои шумо дар чемпионати Бангладеш боз ҳам зиёдтар мешавад ва мо шумо ҳар вақт дар тамос мешавем ва то ки футболбозон, то ки мухлисони футболи тоҷик донанд ки Фатлоев дар кадом ҳол қарор дорад ва ҳамеша бо шумо бошанд. Ташаккур. ба шумо ташаккур, Акалалуддин. Саломат бошед, мухлисо ҳаматон саломат бошед. Иншоалло дар тамос ҳастем.